140 اثر، 130 شعر، 100 ضرب المثل، 100 لطیفه، 200 افسانه و حکایه، 80 چیستان، 80 تیزگویک و از آثار شفاهی نیز شعرها از بر نمودم. در آغاز میخواستیم که شما یک شعری وطن دوستانه خونید. وطن از میرزا ترسونزاده. بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت، تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن آمد در هر کجا به سر فارم هوایی تو، من از آن سوی اقیانوس بشنم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. شما از ادبیات کلاسیکی هم مطالعه کردید. اینجا کتاب های گلستان، اسدی شیرازی. بله. شما میدونید که 8 باب دارد. همین بله. یگان حکایت از باب اول، یعنی در سیرت پادشاهان. بله. یگان حکایت آوردند که سپاه دشمن بسیار بود، ولی اینان اندک و جماعت راه گریز را پیش گرفتند. پس پسری آمد و بانگ برداشت و بگفت: ای مردان، بکوشید تا جامعه زنانه نپیشید. و بعد این سخن آن پسر تحول بر لشکریان زیاد گشت که شنیدند به میدان جنگ برگشتند و همان روز بر دشمن ظفر یافتند. چون ملک این بشنید فرمود تا نزدش بخواندند. او را نزدش بخواندند و هر روز نظرش بیش کرد تا ولی عهد خویش کرد، یعنی که تا وزیری خود کرد. و برادرانش بدین از حسد بردند و زهر در طعامش کردند. چون خواهرش از قفره بدید، زود به سری دسترخوان بیامد و دست از خوراک دادر خود برکشید و بگفت: محال است که هنرمند بمیرد، به هنر جایی او بگیرد. کس نآید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. از زین‌الدین محمود واصفی هم مطالعه کردید در دفترتون میبینم. یک حکایت مرحمت کنید از زین‌الدین محمود واصفی. بله. انوشیروان عادل. باره انوشیروان عادل از راه با لشکریان خود میگذشت. پس پیر بدید که 4 مغزه میشیناند. پس به آن پیرمرد بگفت: ای پیرمرد، چرا تو 4 مغز شینانده ایستاده ای؟ زیرا که اگر این 4 مغز کلان هم شود و تا این که میوه دهد، آخر تو در آن وقت میمیری و یک پیرمرد هستی. پیرمرد باشد گفت: اکنون که دیگران کشته بودند، درخت سبز کرده بودند، ما خوردیم، بگذار تا این که ما درخت سبز کنانیم و نهال شینانیم تا دیگران هم بخورند. بوی جوی مولیان آیت همه همینه پورا قرائت کنید. بله. جوی مولیان، بی جوی مولیان آیت همه، یهودی یوری مهربان آید همه. ریگی آمو و درشتی های او، زیری پایم پرنیان آید همه. ای بخارا شاد باش و درزی، میر نزدت شادمان آید همه. میر مو هست و بخارا آسمان، ماسوی آسمان آید همه. میر سرو است و بخارا بیستان، سرسوی بیستان آید همه. از فردوسی کنی آغازی شاهنامه است که بناهای آباد. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخ بلند، کز باد و باران نیابد گزند. بدین نام سالها بگذرد، بخواند آن را هر آن کس که دارد خیرد. تشکر. از عبدالرحمن جامی یک بسیار قطعه آوردید، هیچ نعمت. بله، این شعر از این رباعی از عبدالرحمن جامی است. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست،
جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گیرد نامی مرد، کامی مرد زیده با فرزند ماند نامی مرد. صد بهار آخر شد صد بهار آخر شد و هر گل به فرقی جا هر گرفت. گل نه هر گل به فرق جا گرفت. لاله داغ دلی ما زیبی دستور نشد. هر متاعی را خریدار است در بازار حسن. پیر شد زیب و نیسا او را خریدار نشد. درباره مکتب اثرها نیز از بر نمودم. شعر از صدرالدین عینی در وصف مکتب. ای مانده قدم بر راه مکتب، عالی است مقام و جای مکتب. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. بیرو از همه پیشتر به مکتب، شوق است اگر تو را به مکتب. سعی بینما و علم و آداب، بیشتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. تشکر. از همین بیا یک باره از استاد عینی از نصرش هم یک چیز پرسیم. کدام کتابش خوندی؟ یتیم خوندی؟ بله، یتیم، آدینه، یادداشت‌ها، مکتب کهنه، تصمیم سیبیان، احمدی دیوبند. عجب شهری دلارای دوشنبه. کنی؟ عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیبی دنیای دوشنبه. شدم سرسبز در آغوش مهرت، چو دل در سینم جای دوشنبه. چو دل در سینه جای دوشنبه. درست. خواهرکم گلنار شعری کی است؟ خواهرم گلنار از میسید نیشکر. داره رفتیم. بله. اگر نمی بود خواهرم گلنار، نمی شدم من از خوابم بیدار. گر نمی شدم از خوابم بیدار، دو می گرفتم جای 5 و 4. گر دو می گرفتم جای 5 و 4، از من می رنجید خواهرم گلنار. مادرم. کنی؟ خوشروز. مادرم. خوشروز مادرم. این شعر از گلستان صفیه است. خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، گنجی یگانم، خورشیدی خاورم. فرزندی تو کلان، فرزندی تو بزرگ، مانندی زندگی، عمری تو جاویدان. خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، نامی بلندی تو تا کهکشان برم. تشکر. چند تا داستان میدونی؟ داستان زیاده از 7 داستان از بر نمودم. از میرسعید میشکر، از غفار میرزا داستک را از بر نمودم. از زبید رجب، باور و کلند، اینها را از بر نمودم. از میرسعید میشکر کام داستانش از بر کردی؟ داستانی وحشیانی عصر 20. با چی کدام حادثه رو در بر میگیره داستان؟ وحشیانی عصر 20 یعنی که در اینجا حادثه رو در بر میگیرد که چطوری که مؤلف میگوید که آن شبی غم‌آلود هیچ از یادم نمیرود که چطور جانسان در هر جایی که پایش میرسید و در آخر میگوید که هدیه ما همین است برای تویستان، همگان را میکشند میسوزانند. بله خانم. نه شما داستانی ما از پامیر آمدیم نه آشنا نشدید؟ نه. قشلاق طلایی بیشتر بچه همین از بر میکن. داستک را از غفار میرزا از داستانی غفار میرزا. باز دیگر کدام شاعرای بسیار داره. باقر حفظ‌زاده، از عبید رجب از بر نمودم. از ابوالقاسم فردوسی داستانی بنیاد نمودن جشن صده. یک چند ضرب المثل و مقال گویی. یک چند ضرب المثل و مقال. بله. مردی به عمل، زنبوری به عسل. گل به خار نمی شود، گرگ با گوسفند آشنایی ندارند. هر جا پری روی است دیو با اوز. گل به خار نمی شود، گل خواهی از خار مترس. دهقان باشی شودگار کن، عالم باشی تکرار کن. به زبانی به از دروغگویی، عمری گپی دروغ کوتاه است. تزبیک. چی میگوید؟ پرسه چی میگوید؟ تبخشه چی پوری جزا؟ جزو بیزی به منظر چمچق چرقاسی؟ دادره الماسی چمچق چرقاسی؟
داده الماسی 100 تا دابت 33 سفید 100 تا دابت 33 سفید. آفرین خیلی خوب. یک لطیفه آب بوری مادر زود پسرچه‌اش را خوابانده با پسرچه‌اش میگوید های دریادت گیر دیگر من مادر گفتنت را نفهمم میگوید و زود پسرچه‌اش را میخواباند. 1-2 دقیقه میگذرد پسرک آهسته‌ک جواب میگرداند زیبا کمالونا آب میخواهم. نه فرهنوش اکن یک شعر درباره مادر خوانید شما. شعر درباره مادر. مادر. بله مادر. از میرزا ترسونزاده. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود به سیلی اشک میشد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکلی من بود به زیری موج دریا مانده ساحلی من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من اگرچه بارها بیگانه دل سنگ دیدم من با امیدی که بینم چاکنها را به زیری چاه نمردم زیستم اگرچه با چشمم هر رنگ اجل دیدم من. در عرفه کدام جشن ایستاده است تاجیکستانی عزیز ما؟ تاجیکستانی عزیز ما در عرفه جشن استقلال که یکی از کلانترین جشن ها می باشد. من درباره این شعر از بر نمودم. مرحمت. شعر از نعمت علمزاده. آباد شد ویرانه ها پرنور شد کاشانه ها تا آسمان شد خانه ها از فیض استقلال شد. آسوده دل آسوده تن آسوده این خلق و وطن دانسته میگویم سخن از فیض استقلال شد. از جگه بله این اثر است از فضل‌الدین محمدی. جگه در اینجا قهرمان ها اما که ایدیک میشه جمال جگه نامی چی است؟ جگه نامی سگ است در اینجا جگه آمده است. بله انکنون همین جگه لحظه نامگذاری همین لحظه این گونه است که مثلا اول خواهرش نشسته است و آنها هر سه نشستند. اول پسرک میگوید که همون قدر در آن خانه میگفتم که سگ خرید پدرم مثلا نمیخرید حضور هم باشد به خانه نو کشیدیم حالا هم نمیخریم چی و وقتی که همون سگ رو میخرند در 40 سومون خیلی قیمت وی رو خریده بودند. در 40 سومون میخرند مادر کلانش خیلی جنگ میکند و با این محکول نمیشود مادر کلانش لیکن در آخر هم با مادرش محکول شدن نمیگیرد و بنابر همین سبب لحظه نامگذاری همین خواهرش میگوید که باید نامی وی را شریک گذاریم و اول کمی لوندچه بود آخر وقتی کلان شد نامی وی را جگه موندن و همین پدرش به جمال گفت که جگه این یعنی نامی خوب است نامی خوب میباشد لیکن در حقیقت این نامی خوب نبود. جگه به معنای جنگاور آمده شده است سگ خیلی گزنده بنابر همین سبب شاید نامش تاثیر کرده باشد که در آخر وی همین گونه سگ میشود. تشکر. همین کتابی مارک توین شاهزاده و گدا رو مطالعه کردید؟ بله. قهرمان هایش کی ها؟ قهرمان ها در اینجا گدا شاهزاده خواهرانش نین و بید و او در گذری سرخودخوران زندگی میکرد. تمام این حکایه خیلی جالب است. جای شاهزاده و گدا عوض میشد. بله. در آخر چه حادثه روی میدهد؟ در آخر وقتی که جایشان عوض می شود در همین وقتی که اکنون پدر شاهزاده مرد کو و میخواستند که شاهزاده را شاه تعیین کنند و اگر چنده وی را از عقل بیرون خیال میکردند ولی باید که این کار را میکردند و در همان روز آنها یکدیگر را پیدا میکنند و گدا میگوید که من در این قصر تو عذابها کشیدم بنابر همین سبب تاج را به شاهزاده میدهد و شاهزاده به منصب خود گدا به منصب خود برمیگردد و وقتی که خود بله چون خلق خالقی ما هر سوزی هم جدا شد بیجا به زیری گردون بر جوی ما زیجا شد حرفی محبتی تو حرف زی وحدتی تو بر جمله جانی خسته مانندی دوا شد نامی تو را نویسیم ای قهرمانی وحدت با آب و نابی طلا در طوق قصر ملت
ناموس پرچمت شد بس یادی نم کردی در راه صلح و وحدت با جنگ کردی صدها گیره کشادی پیوسته قلب ها را با مهر صد بغل را خولی زی سنگ کردی